احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان یک جلسه وسیع فرماندهانش را برگزار کرد. این جلسه پس از نماز ظهر در مرکز ولایت پنجشیر با اتفاق فرماندهان و بزرگان محل برگزار شد. منبع سپوتنیک تاجیکستان از قول شرکت کنندگان این جلسه خبر داد که احمد مسعود از نیروهایش خواسته است با اسیران رفتار انسانی نموده نان و آبشان را به آنها تقسیم و زخمی‌های طالبان را تا حدی توان طبابت کنند. اسیران خارجی به خصوص پاکستانی در جمع اسیران خیلی زیادند. دقیق 1340 تن نزد ما اسیرند که در میان آنان پاکستانی و عرب هم موجود است، گفته است رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان. صدها تن از طالبان بدخشان با جبهه مقاومت ملی افغانستان پیوستند. این دلیل ریزش تشکیلاتی و نظام طالبان به نفع ماست، گفته است احمد مسعود. یک هفته است که در پنجشیر میدان نبردهای خونین میان جبهه مقاومت ملی افغانستان با راهبری احمد مسعود و طالبان و سازمان‌های تروریستی نظیر القاعده شده است. بنابر اطلاع گوناگون تعداد کشته شدگان از میان نیروهای طالبان از مرز 1000 نفر گذشته است.